Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. устод рости ҳамин масъалаи як доғи ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистонро хостем ба шумо савол диҳем дар бораи раванди ҳамин ба тарзи оилавӣ бисёр блогерҳо пайдо шудагиянд, ки ин ба ҷомеаи шаҳрванди Тоҷикистон як зарари тайёр аст. То есть бештар якта буд, ҳозир қариб 10-15 та шудагиянд, ки рӯйрост барои тарзи зиндагии хуб аст. мехостам бо оиди ҳаминҳо якам тарак ба мардуми Тоҷикистон мефаҳмонед. صداتون پخش شد. مقصدتون همون بلاگرایی که زن و شوهر برآمده زنش رکلام میکنه همونهایی میگویید؟ бале устод, бале. بله برادرای عزیز، زن در اینترنت برآورده رکلام کردن این یه نوعی دیوثی هست. الدیوث لا يدخل الجنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه دیوث به جنت نمیره. عرب ها نام زنش در پیش آدمون نمیگرفت. نام زنش در پیش مردها نمیگیرد. آیلم، مادری فلانی، کنایه که دیگه بزند. بنابراین الله تعالی 33 مراتبه مریم نامش در قرآن گرفت که دانید که مریم یک بنده از بندگان الله است، زنی الله تعالی نیست. متخذ الله من ولد. الله تعالی فرزند نگرفت و همسر هم ندارد. بعضی دشمنای اسلام، بعضی مشرک ها به الله تعالی همسر نسبت میدن، میگن که مریم همسر الله تعالی. میگه الله تعالی پاک است. الله تعالی قرآن کریم رو به زبان عربی نازل کرد. از بین زبان ها همه زبان ها رو الله تعالی آفریده است. همه زبان ها رو الله تعالی به آدم علیه السلام تعلیم داده است. و علم آدم الاسماء. الله تعالی به حضرت آدم نام ها رو تعلیم داد. از جمله زبان ها رو الله تعالی آفریده است. الله تعالی تعلیم داده است. لیکن پایانی رسالت به دیگه پیغمبر و قرآن به شریعت به زبان عربی نامده است. به موسی، به عیسی، اینا به زبانهای خودشون آمد. لیکن قرآن رو الله تعالی به زبان عربی انتخاب کرد و با اسلوب عربی نازل کرد. عرب ها حتی در زمان جاهلیت عربی کافر هم زنش در پیش مردها نامش نمیگرفت. ای مردم، نامش نمیگرفت، خودش برآورده رکلام کردن اون طرف استاد. نامی زنش در پیش آدمون نمیگرد، همچون رشک، همچون غیرت. نخواد شما زنتون رو بروری رکلام کنید. تا کجا حاضر نشان دید به مردم. این دیوسی هست. زناتون خانه نشینند، زن و فرزنداتون رو تربیه کنه، کاری خودتون رو کنه. شما برآمده زندگی کنید، مهنت کنید. ما باز میگم ما از یوتیوب پول کار نمیکنیم. بعضی ها نوشتن که برای لایک و برای چی؟ نعوذ بالله. این یگانه حاضر وسیله که ما شریعت برای شما امانت میرسونیم. یعنی که یک اینترنت به برآمده چی گفته پول کار کردن فکرش نکنید اون با راههای نادرست. مهنتی حلال کردن یاد گیرید. نخواد زنه برارید برای پرس موتور شده و برای لایک شده. نعوذ بالله. همین قدر کفایت است. امید میکنم که کسانی که همین کار کردن ذره اگر ایمان داشته باشند برایتون زنتون دکرت برایتون دم گیرده کنید. قدر کارتون نواراتون پاک کنید. توبه، اگر توبه همین که نوارا پاک کنید. اگر هم تو توبه کردیم گویید زنتون آدمو تماشاگر اشتگی باشه میلیون پرس موتور دارد. همین ولی اگر روزی قیامت چی جواب میدید؟ شما میدونید در فکری مردها چی فکران پیدا میشه وقتی زنی شما میبیند؟ یا نمیدونید؟ ندانید پرسید از یگان کس. اونایی که زنی شما تماشا میکنه چی فکرها در سرش میبیاد؟ نعوذ بالله. نخواهد هم خیلی زنتون رو برارید با مردم رکلام کنید. الله تعالی هدایت کند.